خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من، یعنی آریو گیمر. امروز اومدیم با 5 تا از خفن ترین و ترسناک ترین رازهای رد ردمپشن 2. امروز اومدیم که این ویدیو خفن رو با کنسول نسل نهمی غول PS5 بگیریم که آنباکسینگش داخل چنل هست، میتونید برید ببینید. آنباکسینگ ایکس باکس سری اس هم هست، لپتاپ گیمینگ و اینا همشون داخل چنل هست، میتونید برید ببینید. چنل آپاراتم و چنل یوتیوبی هم تازه دادم، لطفاً ازتون خواهش میکنم برید داخل یوتیوب منو سابسکرایب کنید، خیلی حمایت بزرگی میشه. برید اونجا اگه تونستید حتما ویدیو رو اونجا هم ببینید، حمایت خیلی بزرگی. لطفا این ویدیو رو تا انتها ببینید که واچ تایمش کامل حساب شه. و همین دیگه، حرفی ندارم، بدون معطلی بریم سراغ این 5 تا راز خفن. به نظرم دوستان آخرین باری که ردت گذاشتم با ایکس باکس سری اس بوده و خیلی وقت پیش بوده. اولین مکان رازمون اینجاست، با آرتور مورگان میریم برسیم به اونجا. واقعا طبیعت ردت خیلی عالیه. اگه میخواید روش گرفتن این اسب عربی سفیدم بدونید، داخل کامنت ها حتما بگید، واسه تون حتما ویدیوشو میذارم روش گرفتنشو. خیلی قلق مهمی داره، یهو دیدید از دستتون پرید و حالا بیا پیداش کن دوباره، چون یه بار همین بلا سر خودم اومده. خب برسیم به این راز اولمون که مربوط به یه قتل داخل این خونه هستش و بریم داخلشیم، داخل این خونه. بعد همینطور که میبینید یه نفر اینجا افتاده و کلی رد پا هم اینجا هست. با چی زدنش؟ با تیر؟ کلش نیست؟ بله کلش هست. یه دقیقه من این دوربینو کنم. آها، اسلحه طلایی آرتور مورگان. خب پاهاشو میبینید؟ پاهای این یاروی چرا اینجوری شده؟ گرگا حمله کردن. این زن مرد چیه؟ این نابود شده هرچی که هست. اینجا رو ببینید، میتونید این اون چیزی که اونجا برداشتید اسمش نمیدونم، هیر نمیدونم چی بود، اونو که برداشتید بزنید، استفاده یوزش کنید داخل گیم، موهاتون سریعتر رشد میکنه. و ریش سیبیل موهای $13 هم اینجا داخل کمدشون بود. اینم لود کنیم ببینیم چی هست. اونو بزنید خلاصه سریعتر ریش سیبیل در میاره آقای آرتور. تستوسترون هرچی که اینجا هست رو تیک میکنیم. مکان دقیقش هم الان میگم. یه چیز اینجا، آها، این عکس‌ها رو حتما باید برای اینکه بخواید گیم رو 100% کنید باید بردارید. همینطور که میبینید یه رد خون هم اینه هاش. بریم ببینیم این رد خونه داره به کجا میرسه. به خونه هوستای بنا نمیرسه. ببینیم. بله یه نفرم اینجا سقطش کردن. ایناش بدبخت پاره شده. چرا اینجوری شده؟ یه تیر زدن تو کلش. اونم نمیپاشه، معلومه مال خیلی وقته. خب این واگونشون چیزی توش هست. بدبخت ها از همه بدبخت فقط یه دونه اسلحه چرت اینجاست. کتلمن ریولوره اینجا هم که هیچ. خب مکانش یادمون نره. مکانش این سانسفیلد
فلت رو که میبینید یه چشم است، البته چشمی نیست، بله چشم است و با دقیقا بالای شهر رودز دیگه. میتونی بیای سریع اینجا این راز خفن رو ببینید که قتل و همه چی با همه. رودز رو بگیرید بالا، همینجا دقیقا داخل مپ هم معلومه. کل مپ نشون بدم، یه لموین چیه؟ لموین آخرش معلوم نیست. بگیرید ایشو بیایید پایین، ایشو اینجاش. حالا دیگه زیادی وارد جزئیات نمیشم، خواستید میتونید بیایید داخل ردد دو این رو تماشا کنید. بدون معطلی بریم سراغ راز دومیمون. راز دومی زیادی دور نیست، همینجاست. گایز رسیدیم به این راز گولمگولیمون، این راز خفنمون. اینسپکتش کنیم. آرتور با نقاشی هنرمندانش اینو بکشه و بله خیلی هم عالی. شاید واسه تون جالب باشه که این چه رازیه و منم باید بگم که خودم هم نمیدونم چیه. شوخی کردم سن. اینجا فکر کنم یه جایی بوده که فکر کنم روغن یا نفت استخراج میکردن، چون این شبیه از اونایی که باهاش نفت استخراج میکنن اونه. و یه نفرم اینجا شل و پلش کردن. ببینیم چی داره. یه دونه نامه داره، نامشم یه نامه فکر کنم چرته، فکر کنم همه وسایلش رو تیک میکنیم. خواهشاً دوستان برید داخل یوتیوب این ویدیو رو ببینید، خواهش میکنم ازتون، چون اونجا یوتیوب مترجم میشه که حتی ویدیوام 2-3 تا بازدیدن بگیره بازم خیلی امید میده بهم و لایک هم کنید دیگه کلا میرم رو هوا پرواز. میتونی بیای اینجا، حالا قسمت اصلیش مونده. میتونی بیای پایین. او مردیم آره یا نه؟ داری چی میکشی؟ چی کشیدین؟ آهان مربوط به این استخونی که این پایین هستشه. خب حالا این آهانه. خب روشن کن اینو. ای بابا اصلا لازم نیست روشن کنه اینجوری. آها اول شخصش کنم اوکی. یه استخون میبینید و یه دونه چوب که از بالا شکسته افتاده پایین. این استخون فسیل هستش. حالا اگه از اینجا چجوری بیان بیرون خدا دانه. از همین پله میریم بالا. خوبه پله اینجا هست و یعنی تا ابد اینجا بودیم. سوار اسب خوشگلمون میشیم و پیش به سوی راز سوم. ما رو کش کنم داخل مپ. آها هنوز نرید، مکان این رازه رو هنوزتون بهت نگفتم. ببینید شهر ولنتاین هست، همین بغل دست. کجا؟ بغل دست ندارین، همین راه آهن روش هست، راه آهن داره. کنار کلمه نیو دبلیو شو بگیرید پایین. The Heartlands نه Heartlands The Heartlands. این هارت آرشو بگیرید میاید اینجا. خب میاید اینجا. راز دوممون اینهاش، همین که یه نفر کشته بودن و زیر زمین داخل زمین رو چال کرده بودن. زیاد حرف نمیزنم، بریم سراغ راز سوم و راز خفنمون، راز گوگلیمون. یه رازم اینها، یه رازم
اوکی، بریم سراغ این نزدیکتره. دوستان واکتوره لستافاز و واشتاگ نبود اسمش، دیزگان داخل چنل هست، میتونید برید ببینید. حتما پیشنهاد میکنم برید ببینید. با همین PS5 گرفتم، خیلی عالیه این گیم. این هر دو گیم انحصاری های پلیستیشن هن، خیلی در حد لالیگا عالیه. سریع برسیم به این رازه. این راز سومیمون خیلی جالبه، راز خیلی خفن و جالبی. حالا برسیم به اونجا میحرفیم. خب اوکی گایز، رسیدیم به منطقه این راز خفنمون که این چیه؟ با بیا اینجا. این چیه؟ تمساه منو گرفت، گیر داد. تمساه خیلی وحشی بود. تازه رسیده بودیم به مکان رازمون، چرا اذیتم میکنی تا آخر؟ اسب اسکل منم انداخت منو جلوش. یه دقیقه من دوباره مارک کنم اینو. ایناش این دفعه رو دیگه مثل بچه آدم سری میریم تا نشونتون بدم این چیزا رو هم روشن میکنیم. خب همینطور که اینجا دارید میبینید یه مار خیلی گنده، واقعا خیلی بیش از حد گنده، میتونید ببینید که مرده و اگه بهش تیر بزنید هیچیش نمیشه و میتونید بیایید ببینید این راز خیلی گادو، خیلی ترسناکه. این به شخصه واقعا خیلی جالب بود واسه من. میتونید بیاید این راز خفن رو ببینید. یه مار که به روی درخت خیلی هم بزرگ، فکر کنم پایتونه، مرده. مکان لیمو رو میبینید، کرامل لیموین حالا یا هر چی. این اوش که دقیقا این ور رودزو بگیرید، میایید به اینجا یه ذره کنارتر از اوه این کلمه و اینجا میتونید ببینید یه ذره بالاتر از این رودخونه، میایید ببینید و لذتشو ببرید. پیش به سوی راز چهارممون. خب گایز رسیدیم به مکان راز چهارممون. اگه بانتی هانترها بذارن و میایید اینجا این قسمت و وارد این خونه میشید. این چیزتون روشن کنید و میبینید که یه خانوم اینجا مرده، نمیدونم چه جوری مرده ولی مرده. همینطور که میبینید اسکلتش فقط مونده و مال خیلی وقت هم هستش و خونش هم همینجوری مونده که ببینید داخل روی اینجا روی میز چی نوشته. اینسپکتش کنیم اینجا رو. اوکی، یه چیز خیلی درازه دیگه، حوصله نیم ساعت معنی کردن رو ندارم. میتونید برید معنیشو داخل
اینترنت یا گوگل سرچ کنید ببینید. حالا اگه تونستم حتما معنیش رو روی صفحه واسهتون میذارم. و بانتی هانترها رسیدن بهمون، قراره جنگ بشه اینجا. اگه سریع فرار نکنیم، اول سریع مکان نشونتون بدم. سریع مکان این راز خفنمونم نشونتون بدم. نگاش کن چند نفرن، 6 نفر بانتی هانتر. گایز ببینید، فست ترول میکنیم به امرال رنج، شهر امرال رنج، شهرک تقریبا روستاه. اومدید به این روستا، این بالا رو بگیرید کنار این اوکریگل ران، اوکریگل خلاصه این این چی میگم بهش، خدا بهش، این دریاچه رو بگیرید این طرفش، دقیقا کنار کلمه تری سیستر بیاید اینجا. این خونه رو میتونید بیاید و این رازو ببینید و لذتشو ببرید. و منم باید جونمو از دست این روانی ها هم نجات بدم. حالا چجوری خدا بدون. اول گانمو قایم میکنم، شاید با هر حرف زدن حل شد. یا خدا اومدن. بیا اینجا اسب احمق، بیا اینجا قراره گیر بخوریم. فرار. حالا اگه تو این تاریکی نیفتیم اسبمون نمیره عالی میشه. بله دقیقا چیزی که میگفتم پیش اومد. انقدر تاریکی چی نمیشه که دید. خب بیخیال بریم سراغ این راز پنجم و راز خفنمون که گذاشتم واسه آخر، که واقعا خیلی ازش خوشم میاد. این یکی رازه خیلی خفنه. سریع بریم که الان بانتی هانترها بگیرن جیرمون میدن. هرچی سریعتر باید فلنگو ببندیم. اشالله اسب، چه اسبی دارم خدایی. وای. از بانتی هانترها فرار میکنم، گرگا ولم نمیکنن. گرگا چرا صدای سگ میدن؟ گرگا چرا صدای سگ میدن؟ از دست بانتی هانترها فرار میکنم، یه گله گرگ میاد. از دست گرگ فرار میکنم، یه چیز دیگه میاد. دیدید گفتم؟ یعنی نمیدونم گله دیگه چیه داره بهم. بله با کله خوردیم داخل درخت. شاید بگید مگه نمیبینی آریا؟ واقعا نمیبینم دوستان. اینجا خورشید میزنه داخل تلویزیون و منم این کوراه خودمو میکوبم به اینجا و اونجا. گرگا دخلمونو نیارم عالی میشه. من اینو روشن کنم دقیقا چیزی. بابا اینقدر بر نگردی تو هم. فرار. برسیم به این مکان رازمون، دوباره برمیگردیم گایز و میبینمتون. خب گایز رسیدیم به همین سرعت، رسیدیم به این راز ترسناک و خفنمون. خب از اینجا دیگه باید پیاده بشید. فکر کنم رسیدیم دیگه. آره رسیدیم، ولی اینجا نیست. آره اینجاست. میریم این سمت ببینیم که اونجاست یا نه، چون مفاسم باز نبود نتونستم دقیق نگاش کنم. آره همینجاست فکر کنم. درسته؟ برو بالا. ای بابا چجوری بریم بالا پس؟
دقیقا بالای کو هم هستیم. آره همینه دوستان. همینجور که میبینید یه فاجعه اینجاست. این بدنی چقدر شبیه اون تایتانای داخل اتکان تایتان انیمه. و دوستان میتونید بیا اینجا این راز خیلی وحشتناک رو ببینید. بیایید این وسط تیک بزنید، یه سنگی برمیداره، شهاب سنگه و شهاب سنگ از کجا اومده؟ از اینجا اومده خورده وسط خونه این بدبختا. خونه شون چقدر کوچیکه، خورده وسط خونه. و این کارتی که گفتم میتونید باش گیمو 100% کنیدم یادتون نره، باید بردار دیگه اینو. آها اینو میگم ما. اوکی، این کارتر منظورمه. و یه نفر پاش رفته، یه نفر کلن بدن و دست و همه چیش رفته. اینم از خفن ترینشو که گذاشتم واسه آخر. مرسی که تا اینجا دیدی و لایک کردی و رفتی یوتیوب اونجا هم سابسکرایب کردی. کاری نیست که نمیخوای تو سر کوچه بری داخل موبایل، یه دقیقه میری داخل یوتیوب ساب میکنی. حالا اگه تونستی هم میتونی اونجا یه بار اونجا ویدیو رو ببینی که حمایت بشه از من. داداشیای گل یا خواهرای گل میتونید بری اونجا حمایت کنید داداشتونو و خانواده‌مون بزرگتر بشه، انرژی بگیرم، بیشتر گیم پلی بذارم، بیشتر واکتورو بذارم، بیشتر حمایت کنید. اینجوری خیلی بهتر پیش میره. و اینجا هم اینسپکت کنیم همه رو، مسائلشون رو برداریم. اوکی، مکانشون هم نشونتون بدم. شمال شرقی مپ رو بگیرید. شمال شرقی مپ دقیقا کنار این اوه که یه خرس لژندری هم اونجا هست که مراحل اولیه بازی داخل چپتر 2 اونجا میتونید این خرسه رو ببینید. میاید اینجا، دقیقا اینجا کنار این رودخونه، خب روناو نمیدونم چی، یا همون یه کلمه اینجا هست که 2 این داره، میگیرید بالا. دقیقا همین اینه که اینجا هست. و این چه کلمه ایه؟ بیه آن بلاره چیه اینجا؟ همینو بگیرید بالا، میرسید به اینجا که یه خونه هست و یه نقطه اینجا. دقیقا این خونه مکان رازمونه. از کل مپ نشونتون بدم، میشه شمال شرقی. دقیقا شمال شرقی همون دریاچه‌ای که راز قبلیمون پیشش بود، یعنی دقیقا همینجا. میتونی بیاید اینجا و این راز خفن رو ببینید داخل ردد 2 و لذت زندگی رو از این مپ و این گیم ببرید. و خب دوستان مرسی که تا اینجا گیم پلی تماشا کردید. حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و داخل یوتیوب سابسکرایب یادتون نره. طریقه گرفتن اون اسبم اگه خواستید داخل کامنت ها بگید واسهتون میذارم حتما. و با این طلوع دلانگیز و خفن که داخل ردت هستش خداحافظی میکنیم. مرسی که تا اینجا بودید. تا ویدیو گیم پلی بعد، پیس اوت.